مادران عزیز مهربان، بانوان عزیز، در پوشیدن لباس عصبانی نکنید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین زمین بیشتاسا کنید، با عفت باشید، پدر و مادراتان قصور و کشتاماناتان عزت و احترام کنید، فرزنداتان تربیت خوب نمایید. همین می شود حج، همین می شود کاری ثواب. مدنیت لباس پوشیده فراموش نکنید. ما تاجیکان ما می دیدیم پدر و مادرامون چگونه لباس پوشیده به خانه همسایه به چارابینی آن کس می رفت. همسایه ما می دیدیم که چگونه برای خبرگیری خویشاوندان به شهر و ناحیه‌های دیگر به مهمانی می رفتند، چگونه سر لباس سر و بدن را تازه آزاده کرده لباس‌های تازه می پوشیدند، لباس‌های نو می پوشیدند. حالی اکثریت از گرد و گوشه مملکت به پایتخت مملکت بیاد می باشد، در پاش لنسی در سطر کدگی پا تا زانو را ببخشید یا رقاص کرده ناخنا رنگ کدگی را چی بفهمیم؟ این شریعتی است یا که دنیوی است؟ چی است؟ های یک طرف قپه میخوای شی خونتا خیلی تربیه کو فرزنداته یکی شهر آمدی، شهر پایتخت مملکت سیمای ملت است، هم خارجی است هم دیگر است، میبیردن هم یک لباسی و خلاصه میبرار که این ملت تاجیکش هم میبدست نخواد همین خیلی پایتخت با لباسی میبخشه داخل کوچکی مرد زن فرقش نیست. پایتخت است، جای مقدسی خود را دارد، پرچم دارد، نشان دارد، موزه دارد، دیگر جاهای تقریبی که دارد که زیارت کردن ممکن که یا که از اون دیدن کردن در کار. در این جاده کار باید کنیم، شکرانه کنید، شکرانه این وطن آزاد کنید. آزاد میخوایی حج میروی، خانه خدا زیارت میروی، میخوایی مسجد میروی، نماز میخوانی، روزه میگیری، خب چی میفورته؟ میخوایی خون، میخوایی مدرسه مرمت، اینم نه مدرسه حاضر زمان ساختم، لیکن سر و لباس ملی هم این بسیار. دشمن ها چکار میکنن؟ اول سر و لباس تا میگیرن، تقلید با بیگانه پرستی، بعد زبان تا میگیرن. حقیقتی دولت از بین میرود. انا به کتابی بگم که اثر به زوال بابا جان غفور فدادم خانه، من برای خواندن، برای تاقچه ماندن نه، شاهنامه را دادم خانه، قرآن مجید را دادم به زبان کلیدی، به زبان دولتی چاپ شده، خوانید، معنیش فهمید، زیاده روی نکنید.